بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، مهمانان گرامی قدر. الحمدلله امروز روزی مبارک جمعه، بهترین روزهای هفته. شاعر در این روز مبارک چنین مصرع‌های شعری میارند: صبح صفای جمعه بادا مبارک بر شما، صبح پر نور و ضیا بادا مبارک بر شما. شکر گویم هر سحر به درگاه خدای پاک، رحمت نور الهی بادا مددگار شما. الحمدلله در این سحری پرفیض پر برکات الله سبحانه و تعالی ما و شما را تنی صحت و خاطر جمع داد. انشاءالله در این روز مبارک اولا دیدار یکدیگر دیدن الله مناسب دید. الحمدلله بسیار انشاءالله خدا شکرگزار باشیم و این بهترین انشاءالله خدا خواهد، یعنی دنیا در این بهترین انشاءالله مکان، بهترین جا انشاءالله خدا خواهد چی است؟ این مسجد ها است. الحمدلله به عدد شکر برای مؤمنا، برای مسلمانا انشاءالله در این روز الحمدلله چیکار میکنن؟ طاعت میکنن، عبادت میکنن و سودا از آخرت میکنن. انشاءالله آبادی دنیا و او دنیا را خدا خواهد انشاءالله چیکار میکنیم؟ ما و شما در این حیات، قید حیات انشاءالله خدا خواهد آباد میکنیم. الحمدلله. البته دنیا چیزی چی است؟ بهترین مکان است. که برای چه بهترین مکان است؟ چون که ما در این دنیا خدا خواهد آخرت نسترایت میکنیم انشاءالله. خدا خواهد به عوض طاعت، به عوض عبادت خداوند در جنت الحمدلله قصرهای پاشانشین، مکانهای بهترین برای ما شما الحمدلله آماده میکند. بهتر بسیار شکرگزار باشیم. این دنیا غنیمت است. در این پیکار نگفت رسول الله که الدنیا مزرعة انشاءالله آخره، دنیا کیسدار انشاءالله آخرت است. درون دل مکان مهر الله، خوشا آن دل که بیدار است و آگاه. میگه همون دل است که در نیوه پوری از نور الهی داشته باشد، نقشی کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله داشته باشد. عزیزان من این بهترین انشاءالله خدا خواهد دل است که دل باید انشاءالله خدا خواهد دائم نور ایمان که خدا خواهد انشاءالله جلا دهد، نور ایمان که خدا خواهد زینت داشته باشد و بهترین انشاءالله خدا خواهد چی است؟ دل است. صحبت ما امروز عزیزان من انشاءالله خدا خواهد صفت مؤمن که در دنیا هست. انشاءالله شما میتونین این آیت خدا خواهد بعدی از اینجا برمدن در خانه ها الحمدلله تفسیرها دارین. سوره توبه آیت 112 همه میتونین با خود رفته در خانه ها انشاءالله مطالعه کنین. الحمدلله ما قدر امکان انشاءالله و شما عزیزان انشاءالله هر یک این آیت خدا خواهد شرح دادن حرکت میکنین. هر یک آیت برای شما انشاءالله خدا خواهد معنی داد کردن حرکت میکنیم قدر امکان تا وقت گنجایش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خدا در سوره توبه چه میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. التائبون العابدون الحامدون حامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظیم. راست گفت خدای بزرگ الله سبحانه و تعالی در این آیات های مبارکه اولین انشاءالله بشارت به چی است؟
و تائبین، با این توبه کنندگان عزیزان من. البته توبه کنندگان این انشاءالله یک صفت مؤمن همین بود است که باید ما و شما دائم انشاءالله خدا خواهد چی باشیم؟ در یعنی توبه باشیم. پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه وسلم در حدیث امام مسلم میگن که ای مردم، میگن به سوی خدا توبه کنید، زیرا من میگد روزانه 100 مراتب توبه میکنم. بینید پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبری بود که دو دنیا نه خدا شکرگی بود، گناهش بخشیدگی بود دو دنیا. بینید لیکن در یک روز 100 مراتبه چیکار میکرده؟ طلب مغفرت میکرده. 100 مراتبه به سوی الله سبحانه و تعالی انشاءالله خدا خواهد استغفار میگفته است. ما چی؟ ما بعضی ما 200-300% گناه داریم، لیکن یک بار انشاءالله شده یک تسبیح که گرفته استغفر الله نمیگه. یک گناه همون به یاد آورده یک آبی دیده نمیکنیم که خداوندا این 20 ندور مدم، این 30 ندور مدم، 40 ندور، این روز 50 ندور مدم، 60 دور مدم، 70 و 80 دور مدم، لیکن نمیدونم این حالی من چی میشه. بیا به سوی خودت برگشتم، الله من مغفرت کن. گفتن انشاءالله خدا خواهد قادر نیستیم. دیگر امام مسلم در حدیث میگن تمام بنی آدم میگن خطاکارند. یعنی تمام بنی آدم و بهترین خطاکاران آنانند که توبه کنند. گفتن بهترین انشاءالله خطاکاری چی است؟ خطاها را اصلاح کنندش استغفر الله است. عزیزان من، توبه کننده ها را الله دوست می‌دارد. مکافات توبه جنت است. توبه خاموش کننده غضب خدا است. اگر ما شما توبه نکنیم الله هر گناهی که میکنی در غضب میشود. الله قهار صفت دارد، جبار صفت دارد. حالا میگه خدا مهربانه، هم مهربانه افته زنا کرنگی، مهربانه افته دوزی کرنگی، مهربانه افته کیدت کرنگی. دیروز یک جوان تلفن دارد، نماز خوان بچه ها امروز باور میکنه نکن نماز عبادت کننده خداجوها بچه ها را کارفنده پش نگیفتن. همین است رحم خدا. تو نسبت جورت رحم نداری نا انسان. بیچاره بچه ها کار کرده سادادیان، یک ماه 2 ماه 3 ماه پلاش نداده ساداده است. تصور کن همین خدا رحمان است. همین خدا رحمت میکنه بدتره. گویا که تو خدا ارحم الراحمین است، ما را رحم میکنه. چی کاری کنی کرنگی، چی از دست میاد، چی از زبان جاری میشه. همین معنی داره. گفتیم شاعر که سبحه بر دست توبه بر لب، دل پر ذوق گناه، خنده می آید در معصیت و استغفار ما. با همون بدبخت در مسجد رفته شکست کرد تسبیح میزنه سبحان الله الحمدلله الله اکبر. یا که ایوان تقواداری خداجویی خدا دست نیست در دنیا. یکی تمامی کارش فساد. پیغمبر چی گفتن؟ قال النبی صلی الله علیه و سلم یحبون الذنوب و ینسون التوبه. این میگه قیامت نزدیک شدن. گفتن پیغمبر از نشانهای قیامت همین است که بدبخترین شخصا که گناه میکنن با امید توبه. یعنی بخشه امروز زنا کرده گیرم، امروز عرق خورده گیرم، امروز دزدی کنم، امروز فال کنم، قمار کنم، پرسنتیم، خدا با سحر من نمیبه با امید توبه میگه این قیامت نزدیکش. من آزی تمامی باور که عبادت کنند و گناه داره، تمامی نماز خدا گناه داره. مون معلشو به نماز هم معلش مون 2 کیلومتر رسته بسته. میگه با امیدی توبه میگه گناه میکنم پیامبر. این میگه علامت های قیامت است. یک علامت قیامت.
از خدا ترسیم عزیزانی من. توبه حقیقی باشه، ارگینال باشه، نه اون توبه قلبکی که 3 روز کنی و بعد 3 روز با گناه کنی. بعد همین امروز از مسلمان ها تمامی کافر ها یهود و نصارا نفرت دارن. برای چی؟ دیده ساده در کوچه، دیده ساده که نماز خونده امروز فیرب داری، نماز خونده امروز چی کارا داری. چی مسلمان اهل بلا زد امروز مسلمان ها را، چی بلا زد نفهمیدم من. بلکه همین حدیث پیغمبر تو میگی یحبون الذنوب میگه و ینسون التوبه، گناه ناز میبینن توبه را یاد میبرن. اکانم که سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا و ینسون خمسا، زمان زود است که بالای امتی من میاد 5 چیز ناز میبینم 5 یاد میبرن. یادش همین نکه عزیزی من، خدا خواهد انشاءالله با خدا بازی نکن، با بنده بازی کن، با جورت بازی کن، با زنت بازی کن، با شریعت بازی نکن. من تا زندان میگم سخنی همون خدا خواهد بهاءالدین نقشبنده. بهاءالدین بلاگردون نیست، همدشونه است و بلاگردونش کردم موندم، بلا میگه، بلا الله میگه. وای نقشبنده نقش میداد. مثل شعری خوب میگه چوبی خدا صدا ندارد بعد از زدن دوا ندارد. چنان میزند که خدا خواهد انشاءالله در جا چشته میمونی، بعد 10 سال 15 سال در جا ریده میشینی، بعد و خدا بازی نکن. اسلام کتی، شریعت کتی بازی نکن، با همه بازی کن. و جاشنه که خدا تعالی بشارت است و بشیر المؤمنین، خدا گو بشارت مؤمنا را. یکتش تایبون، کسانی که توبه میکنن. آخه چی توبه که یه روز بکنی یه روز نکنی، یه روز گناه کنی یه روز ثواب کنی، چی توبه؟ من حیران میشم. دویم عابدون، کسانی که الله سبحانه و تعالی عزیزانی من عبادت میکنن. عبادت دائم باشد، عبادت نه اینکه ضمن لیتمی زمستان کنیشو بهار پرتایش، سال 12 گناه که رمضان دفعه توبه کنی. همه حالت کسلی بیماری بلا میزنم و آفت برسمی باید که از عبادت نمونی. و عبدوا ربک حتی یأتی الیقین، میگن عبادت کن خدا تا که اجلت اومدنه، تا مرگ تو فرا رسیدنه، تا مرگ بالای تو اومد فرا گرفت. همون لحظه جمعه گفتم، همون لحظه که کلت که جمعونه نتونستی بعد عبادت از گردنیت ساقیت است. تا عبادت میکنی انشاءالله خدا بشارت نگو مؤمنان کسانی که عبادت میکنن. بین الله سبحانه و تعالی عبادت کنه اندازه گفت بشارت شده. مؤمن حقیقی همین مؤمن بشاد از داریم. چی عبادت لفظی است، چی عبادت مالی است، چی عبادت جانی است، همه عبادت میکنی. قربانی اومد می از مال نمیترسی، ترس قربانی میکنی. پره که یافتی عبادت مالی حج میکنی. عبادت زبانی دائم در ذکر خدا میشی، 5 وقت نماز ترک نمیکنی. همین است میگه عابدون، عبادت کننده ها رو میگه شخصایی که دائم در عبادت هستن، دائم در یاد الله سبحانه و تعالی هستن. عزیزی من انشاءالله بشارت شده پیغمبر صلی الله علیه وسلم. عابدین حقیقی شه انشاءالله خدا خواهد حقیقی عبادت کننده شه. همه حالت چی بیمار میشوی. من جمعه گذشته عیناً تمامی خیلی نمودی عذردارا رو برای شما بیان کرد. میتونید سعیدی مادرین انشاءالله صدای قرآن سعی داریم. هر جمعه معویزه پرتافته می شود. سوالت پیدا شد بیا روز جمعه پرتاف سوالتون انشاءالله قدر امکان خدا خواهد جواب میدیم. نگو که من فقط برای من عبادت میکنم. اکثری جوانا در شهری روز نماز نمیخوندن. من شنیده سادم. تو نمیدونی که من میگن
هر حادثه که میشد اول ما میشنویم، چون که اول ما سید ما میبرایم. حضرت میگن همین کار شد، حضرت این کار شد، حضرت این خیل شد، این نماز خوان این خیل کرد، این کاری این خیل کرد، این فلانچه این خیل کرد. لیکن ما شما آشکارا نمیکنیم، چون که ایزای مومن حرام است. ما عمومی کار برای شما میگیم، عمومی انشاءالله حدیث میاریم برای شما، که گاهی که اگر بیماری باشی، این کسلی درت باشد، آگاه شوی و رو به طاعت و رو به عبادت بیاری. از زانی من سعیون میگه انشاءالله چی است؟ هم گویندگان خدا دوست ندارد. عزیزان من دائم در حمدی الله باش و دائم در شکری الله سبحانه و تعالی باش انشاءالله. خدا خواهد پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم انس ابن مالک عزیزان من گفتن 10 سال من خدمت پیغمبر کردم. این خدمت پیغمبر کردن بخت است عزیزان من، که نیازی رسول الله نمی بود. ما تا جا می داشتیم خدا خواهد پاچکاشو می شفتیم تا حیات ببینم از خانهشو رفته خدا خواهد خواه می رفتم. همین انس ابن مالکه که خود ساله که خدا مناسب شدید الحمدلله. 10 سال خدمت پیغمبر اسلام کرد. میگه آن چی کردم؟ میگه یک بار نگفت که چوی کردی، یک بار انی کار چون نکردی نگفت. میگه یک روز اکشن نصیحت ها برای من گفت. این سخن دراز از قصه آخرش میگو. گفت انس گفت میدانی گفت خدا چی دوست میداره؟ کسی که طعام خوره حمد گوه، آب نوشه حمد گوه، الحمدلله رب العالمین. این دوست داشته ترین الله همین بنده است. گفتم یعنی کسی که حمد و ثنا میگه خدا خیر انشاءالله و شکرانه را الله سبحانه و تعالی شکرانش بجا میارد. عزیزان من ببینید الله دوست می‌داشته است. ما هر خطبه که سر میکنیم، هر موعظه که سر میکنیم، البته در سرش چی دارد؟ حمد و ثنا دارد. الحمدلله رب العالمین. و به پیغمبر نازنین یک صلوات میزنیم و بعد الحمدلله صحبت آغاز میکنیم. از زانی من میگه دائم شکر که دائم انشاءالله حمد گو. از زانی من انشاءالله خدا خواهد. شاعر برای ما شد چندی مصرع های شعری گفتیان: بکن شکرانه حق برادر، تو را بخشیده است نعمت سراسر. میلیون نعمت خدا داده که در این دنیا، میلیون عزیز من. این تنیسیت میدونی یک نعمت خودش، چشم بینا یک نعمت، کار کردن دست پای، زن فرزند دنیا خانه همش نعمت ہے یا نمی؟ خدا قرآن نشی میگه و این تعودوا نعمت الله لا تحصوها. اگر نعمت های خدا را حساب کنی به آخرش نمیرسی، حساب کردن هم نمیتونی. خدا کرد انشاءالله. این زبانی که من به گویا داده اگر خدا همین تازه بگیرش من گنگ میزنم. این زبان با در تکش یک رخچه کرده است. عزیزی من رخچه بینه، یک رخچه رالی نساس بازی میکند. همین رخچه زبان تر کرده مثل آب شپیده مثل. اگر همین رخچه را خدا بدارد زبانت همون ساعت میگیرد. در اروپا من چند بار گفتم در اروپا یک عالم بود است عزیزی من. همین خدا همین نعمت تگی زبان چش نساش خاموش کرده. این در دست خدای. انجینرت خدای بخواه امالی دست خاموش میکنه، بخواه گلزنارت میسوزونه، بخواه گوشت صداش میگیره و در دست خچه. اگر این نعمت شکر نکردی، این نعمت قدرش نرسیده خدا قدر انشاءالله قدرش نرسه آخر میگیرش خدای تعالی. از ما شما چشم نمیرسیم شعور در بالای اینترنت و شعور در بالای تلفن خوی. یک بارک چشم نبینه بعد میدونی ای افسوس افسوس. 1000 با سرات سرسنگ میزنی لیکن نمیگرده وای، چون این نعمت خدا ما شکر نکرده. دو چشم روشن و زیبا کی بخشید، زبان شیرینی گویا کی بخشید. بگو این زبانی پوگراتا کی داد؟ این چشمایی که 1 کیلومتر میشناسی مردم کی داد؟ انجینر داد یگان دنیا داد، یگان طبیب دادد، یگان مولا دادد.
که دادت که اینا شکرانش نمیکنی. دو چشم روشنی زیبا کی بخشید، زبان شیرین گویا کی بخشید. دو دست داد بردار بسویش، دو چشم داد سازی جستجویش. آی دو دست داد که بردار بسوی و ایوه پرس و خدا تکیه کن، از الله پرس این دو چشم چی داد، جستجو که گفت طرف این مسجد برا. گوشه یک صحبت عالم از طرفی هوای بودم این دست و پاچی کن، این چشم را برای چی دادت. دو پایت داد تا سوی روی حق، زبان داد در دم گوی الله. این دو پای روان برای چی دادت؟ برای مسجد رفتن دادت، برای عبادت دادت. راسا خیز پیش الله بس انشاءالله خداقت. پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم تا سحر میستاد از ترس الله. یک صحابه روایت میکنه نامش یادم برمد، میگه من در شب میگه پیغمبر اقتدا کردم، یکم رکعت من سوره بقره خوند، سوره آل عمران خوند، نساء خوند. میگه بعد رکوع برفت، میگه با همون که رکوع نایستاد، همون که سجده نایستاد. بین حتی رسول پاچکاش ورم کرده میرفت، در پیش الله خدمت کرده. نه عایشه صدیقه گفتن که آخی یا پیغمبر، آخی اقدام نمیگیری؟ خدا در دو دنیا گناه تا بخشیده است. در جایی که اولم اکونو عبدا شکورا، آیا من بنده شکرگزار نباشم اکر خدا من دو دنیا نگذشته و او نماز نخونم عبادت نکنم، من شکری خدا بجا نیارم. من گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ولی ما شما شوق تا سر خاملم ندوال نیم با خدا خط. که دادت میگه این چیزا، چرا شکرانه حق نداری، نمی ترسی که میمیری بخاری. چرا میگه شکرانه خدا نمیکنی؟ که وقتی که شکرانه خدا که نکری، فرمان خدا تا نکری، آخر خار و ذلیل میموری. آخر به عبادت شد الله هر گونه خدا خود دردار میتید، هر گونه آفت و بلاها را بالاد میارد. زنا شکری قریب بیگانه گردید، دوستان زی عالم بحری او ویرانه گردید. اگر شکرانه که میگه آخر عاقبت بیگونه میشه، الله هم از تو بیزار میشود. الله هم از عاقبت شکرانه این نعمت چند نکنی، عبادت الله هم نکنی، فرمان خدا آفریدگار نکنی، عزیزی من، عاقبتش خدا با ما شما آشناگیش هم میبرد، قطع میکند. اگر ما به سوی الله سبحانه و تعالی نآییم، به سوی خدا سبحانه و تعالی طاعت عبادت نکنیم، هر کاری که میتونی کردن بگیری خدا کرد انشاءالله. نه دنیا حساب کتاب دارد، آخر عاقبت حسابت میکند الله سبحانه و تعالی. یکی دیگرش انشاءالله صائمون بجای این روزه دارن، کسانی که گفت روزه میدارن، روزه های ماه شریفی رمضان، روزه نفلی عزیزان من، روزه های خدا خواهد انشاءالله دوشنبه پنجشنبه، یا که در یک ماه 3 بار روزه است عزیزان من. حق روزه در یک ماه 3 روز گیرم حق روزه ادا میشود. میگه روزه میگیرن، روزه دارا را میگه بشارت مؤمنا را، همه هم روزه نمیگیرد، همه هم فرمان اللهش نمیکند. روزه دارا را گفت بشارت شده، گفت انشاءالله خدا خواهد. یکی دیگرش انشاءالله محترم جماعت، یعنی رکوع کنندگان و سجده کنندگان که دائمی هستن انشاءالله خدا خواهد، دائمی. بچه که 12 که دور مدی نماز در گردن فرض تا دم مردن فرضه وی دائم کرده بگشتگی ها، رکوع سجده میکرگی ها، رکوع گفتگیش کنی گردن تخم میکنی، گردن تو اوده الله سبحانه و تعالی رو میگیری انشاءالله خدا خواهد. میگو لبیک
ما شما وعده کردیم در عالم ارواح که خداوندا در کدام دور و زمان ما را بیاری ما طاعت عبادتی تر میکنیم. امروز چی؟ امروز این وعدهات کجا شده که این وعدهایی که گو کرده در او پیش الله از ما، حالی که در صورت مرچه بودی. خدا گفت الستو بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ ما و شما ارواح ها چی گفتیم؟ قالوا بلی هستی تو پروردگار ما. در کدام عصر زمان میاری؟ انشاءالله خدا خواهد عصر 20 میاری، 21 میاری، عصر 19 میاری، انشاءالله ما فرمان تا بجا میکنیم. امروز یک فرمانی که داره پیغمبر که بدترین دزدان کسانی هستند که از رکوع سجود میدوزن. بدترین دزد در نماز هم دزدی میکنن. این دزدا هستن که امروز خدا نگه داره دزدی های افلاس، دزدی حرام بودنش نمیدوند اکثری آدم. دزدی حرام است، از اونم یک گناه کبیره است. اگر 10 درهم شرعی دزدی شریعت اسلام باشد دست میبرد از بندی دست. افسوس که جزاها نیست. سالی میگ پیش خدا اگر توبه نکرده حقی او کس نداده برای انشاءالله پیش الله جزات میتیم، محشرگان جزات رو میگیری. خدا سودی حقیقی میشه ولی انشاءالله خدا قد چه گفتن از رکوع سجود دزدی میکنن، رکوع سجود بجا نمیارن. عزیزی من انشاءالله نماز با یک محبت بخون، با یک عشق بخون انشاءالله خدا قد. تو هیچ که پیش کی ایستاده همین است که نشید خدا خواهد انشاءالله. از ما شما پیش یک مخلوق اگر یک گنرال فریادت کنه پیش نخدا خواهد ساعتا بیستد تا میستی. خب برف باری دسته خوب بارون فرقی نداره از ترس مخلوق. اگر از ترس خالق میترسیدی انشاءالله خدا خواهد هرگز نماز ترک نمیکرد، هرگز خیانت نه در دین نه در دنیا میکردی. این ترس همش دروغ است، بسیاری دروغ. میگه من خدا میترسم. خیلی خدا ترسی هست که 5 وقت نماز نمیخونیم. همین خدا ترسی است. گناه دو کرده دوشیدگی رحمنده، گناه دو کرده کدر میگیرن. خدا میبخشه. وقتی مرده و شیطانی معلوم افتاده که من یک دعا میدونم خدا خواهد بعدم میخونم جنت میرم، هم با امید هم توبهش داریم. بدبخت خدا چندین شانس دادشون بدبخته، شانس قبول نکرد. پیش حضرت نوح اومد آده یا نوح گفتاده وقتی که دنیا را آب زیر کرد. خدا خواهد از این طرف قصه 25 پیغمبر خدا خواهد انشاءالله در جمعه ها بیان میکنیم. از آدم علیه السلام کشیده قصه پرم از اون باشه انشاءالله. خدا خواهد نیم ساعتی خدا خواهد 25 پیغمبری که در قرآن ذکر شدگی است انشاءالله بیان میکنیم. پیش حضرت نوح اومد میگه گفت که خدا میبخشه ها میبخشه. بگو خدا منو ببخشه. گفت دعا کرد گفت همین مخلوق اومده است همین میبخشی؟ گفت میبخشمش. اگر گفت سری قبر آدم رفته سجده کنه میبخشمش. شانس بینید. شیطان ملعون مردود مرجوم چی گفت؟ گفت نه من در زندگیش سجدهش نکردم، اگر رفتم مردش سجده میکنم. نوشم گفت دفشه در خدا نمیبخشه. من شما هم همچنان نکنیم. همچنان خدا خواهد انشاءالله من نلتا 25 30 50 60 زنا میکنم بعدم وقتی برمدم پنسیا استغفرالله میگم. امید نکن. آیا میرسی؟ نمیرسی. بتاگی سوال جواب است. میرسی؟ شما هم خدا خواهد انشاءالله کی گارانتی داره که 100 سال ما رو ببینن؟ کی گارانتی داره؟ یا خدا شما وحی میآید. بعضی خدا زاده دعوای مصباحی دوله کو وحی دوله من پیغمبرم. نام شیطان ملعون مرجون نماش. شیطان صورت پیغمبر روش بازی میکنه. میگه پیغمبر از وحی میارم فلان دیگه پیغمبر نیست. تمام پیچه شد پیغمبر ختم المرسلین دیگه پیغمبر تا قیامت نمیاد. حتی عیسی علیه السلام هم بیاید با دنیا پیغمبر ناشه مخصوص لیکن امت نمیگردن، امت میشون. الحمدلله
بعدی میگم این دعواگره کافرا با چی میگفتن که اون بچه خدا گفته طاعت عبادت در روزی به میام میگه منم مثل شما امت محمد صلی الله علیه و از روی قرآن از روی حدیث حکم میکنه. حضرت عیسی علیه السلام پیغمبرش محوش تمام شده گه با چی میگفتن که نوبت با یک گپ میافته اسلام بعد ببین رکوع را کامل کن، سجده را کامل کن، انشاءالله الله عبادت تقبل میکنه. نماز شب نخون، نماز شب نخون. نماز رکوع فرض است، سجده فرض است عزیزی من. رکوع فرضش میدونه در کجا است؟ من در یک تا رکوع فرض است، واجب است، سنت است، مستحب است، همش است. فرضش در کجا است؟ میگه سرکتی پشتی آدم برابر شود یک کاسه اوامونی میگه اگر نریزه انمین فرض است. یک مقدار استادنش واجب است، سبحان الله استادنش. تسبیح گفتن سنت است، سبحان ربی العظیم میگه سبحان ربی العظیم، این سنت است. مقدار یک تسبیح استادن واجب است. این دستا که شاید داشتن اینا همه سنت است. کجاش بود از فرض برابرش؟ و بعض تمام میبینم حالی نایستاده با میگرده. من نمیدونم او سبحان ربی الاعلی کانکریت میگمی وای سبحان الله بطن نشد ترک سنت میشه. انت آدی سبحان الله گوش میکود یک منوت وقت میره. من نمیدونم سبحان الله سبحان الله سبحان الله. تو مذاق کردی نمازه. پیغمبر نازنین در مسجد شیشتگی بود، یک جوان اومد در گوشه مسجد نماز خوند. السلام علیکم تا پیش رسول آمد گفت که گرد نماز نخوندی. 3 بار گردوندش. 4 گفت که یا رسول من میدوستگیم همین است. این گفت نماز منافقا است. تلک صلات المنافق. منافقا میگن مثل مرغ دانچین میخونه. مثل مرغ دانچین تک تک میکنه دونه پرتاش. شما نمازم بعضی میخونه میگریزه. اینجا میگریخت بشه. ای خونه خدا میگریزی. ای دیسکاتیک گریز، ای تانس گریز، ای کانسرت تو خونه گریز. اونجا ساعتا میشینی. دخترک تماشا کرده. گلاست زینا کرده. نمیگریزی. بازار میبره خدا خواهد هیچی در 1 کیلو پامدار بخری 5 ساعت میشینی نمیگریزی. خونه خدا اومدی منافق کس میگه همان کسی است که در خانه خدا میگه درایه المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. میگه قفس نمیگه قشه میگیری چخل خچه زدن شد بومن شدن. منافق میگه هم خدا منافق نشه خدا ارگینال شد. تو در اینجا باید که المؤمن میگه فی المسجد که سمک فی الماء. مؤمن میگه در مسجد مثل ماهی شنا میکنه همچنان راحت کردن در کار. ما شما خونه بیزار این علامت مؤمنی کنین در شما علامت مؤمنی که وقت روز اومدی تمام هفته دیگه اخلاقات جمعه میبرد تمام دیگه مسجد الله اکبر. هفته از تو میگه کجا یک سجده واحد که در آینه ظاهر 6 روز دیگر فاسق. یک روز میگه مسلمان 6 روز فاسق. اگر همه شعور زمین این مسجد بیاد باید خیلی 10 تا مسجد ساختن در کار. عزیزی من این دوست داشتن این خانه از ایمانه. و همین خانه میدونم راحت میکنم دیلم که ساعت ها نبرم مزه میکنم اونسی که حس میکنم الحمدلله بیادت شکر داد گفتنی میآید. گاه مسجد نو میدونم خود میدونم الله میگم الله مهربان آخرون سجدم شدنی همین باشه. یک بار اگر سجده کنم انشاءالله در خانه خودت جان ما بگیری من راضی هستم. بهترین مکان پیغمبر نازنین دوست داشتگیش جاش حتی رسول الله در خانهش در مسجد ساخت. تا یک درکش میکشد مسجد میبرمد. الحمدلله 13 نماز میگه ترک کرد خلاص به یک سبب 13 نماز جماعت. ما شما در یک گرامت کشه زنش خدا خواهد به 20 سال 10 سال 15 سال و 20 سال عمر داری بلکه 10 نماز و 50 نماز جماعت خوندی مینه.
وای بر حال ما یار. اگر پشیمون میشیم از زانی من. این مسجد اکادمیه. تمام صحابه ابو بکر و عمر کردگی مسجده. عزیز من پیغمبر نازنین چون که هر نماز برآمد داشتن، صحبت میکردن چی از خوبی ها چی از نیکی ها چی از بدی ها. یکی میگه صفت مؤمن امر معروف و نهی از منکر کردن است. عزیزان من الامر بالمعروف یعنی با کارهای خوب سفربر کردن تمام مردم. عزیزان من نهی منکرش از راه بد گردوندن انشاءالله تمام مردم. خدا من شما را مدح میکند قرآن را. استعیذ بالله کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. من شما را مگه بهترین امت کردم در دوام 124,000 زیاده پیغمبر. 124,000 زیاده عزیزی من پیغمبر گذشتگی است که اولها آدم و آخرها خاتم محمد صلی الله علیه وسلم. در درن همه که آدم مگه من شما را بهترین کردم. شما چون که امر با معروف نهی از منکر میکنید. کجای میشینه آدم ها را نماز بخون طاعت که عبادت که میگی. کجای میشینه میگه ای بچه زینا نکن، ای بچه عرق نخور، ای جوره من باشه، ای دادری من نماز خون عبادت کن. شما میگوی شما بهترین امت شدیم. عزیز من الحمدلله. حضرت موسی عرض کرده امتی محمد شد تمامی پیغمبرها آرزو میکردن که ما اقلا امتش بکن. این امت شدن این بختی ما است عزیزان من. برای ما و شما عزیزان امت شدن خدانش بخته الحمدلله. بیادش که ما امت محمد صلی الله علیه و سلم کرد. بینین اگر بینی که میگد نابینا و چاه است وگر خاموشینی گناه است. هر یک تا 10 تا 20 جوره داری. یک بارک هر شب چای خونه میشینی، هر شب شینکا داری در 1 ماه 2 ماه و 3 ماه. برای چی دیگر تا ترغیب به عبادت نمیکنی؟ این فقط یک برای ملا هست، یک برای ما، برای همه سین. شما اینو شنیدن نی؟ شما دم فرشید که این سخنا را اولا آیلتون رو بر اخلافت زن تا بچه ها نمازی یک گوشن میشینی شب میشی که گوش کنه. امروز همچنان خدا خواهد انشاءالله معویزه شد. من صحابه از حال ما مثل زنهای صحابه هم جرأت نداریم. صحابه از مسجد میگشتن زنهاشو یک سوالش میکردن مردک جان کم حفظت آیتا من القرآن الکریم، چند آیت از قرآن یاد گرفتی؟ انا سوال میکنه. کم حفظت حدیثا من رسول الله صلی الله علیه وسلم، چند تا حدیث یاد کردی از پیغمبر؟ اینم من اخبارات کوچه در کار نیست. بین زنهای صحابه رو بین منتظر میشته که شوهرم چی خوش خبر میارن و چی نهی الهی میارن. پایسته میستاده دورمدن زمان همین سوال میکن. ما شما در زرم دست مانیه میکنن چی آورداشی؟ مراج نوردی، خدت نوردی، گور آوردی، چی نورداشی پیشه میگرد نمیرون. نمیگی خنی گوشی ای نماز پیشین اومدی ملا چی گفت؟ امام اعظم رحمت الله علیه کودک بودن میدید آلی بعضی ها خرگپ هم میزنن. نه حضرت تشیدن در آلی خدا خواهد انشاءالله من شما تو آخری عمر ما نمیشین. مادرش نون میبندد و بعد میگه که بچه هم همین نماز پیشین همین نون بر کسی که مسجد اومده باشد یخته بتشین. وقتی که میآید در این مسجد نمیشینن آدم ها ای من بین نماز 4 رکعت سنت یقینش نچی خوندی؟ ندونم. فلاش نچی خوندی؟ ندونم. و نون میگیره گشته میره خونه شو. مادرش میگه که بچه هم هیچ کس مسجد نبوده، هیچ کس نامده نماز خونی. آی چی خوندهش نمیدونه وای خودش. این باید ما بدونیم چی خونده هستیم، چی عمل داریم. در اینجا صحبت با پایان میرسونیم عزیزان من. انشاءالله هوا هم خنک است. خدا نصیب کند انشاءالله جمعه دیگر زنده باشیم، سلامت باشیم انشاءالله با شما عزیزان. خدا خواهد هم صحبت میشیم تا جون داریم تا حیات هستیم. خدا خواهد خدمت الله و پیغمبر میکنیم انشاءالله. می راه شهید میشیم انشاءالله. خدا خواهد مانده نمیشیم انشاءالله.
چون که الله ما را مجبور میکند. استعیذ بالله یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک، ای پیغمبر و ای جانشینای پیغمبر خبرهای من به مردم رسونی. این اختیار در شما میکنی نمیکنی جزاتون علامتیه. میگه که شاعر اون چیزی که گفتن کردیم به آمد، اون چیزی که گفتن نکردیم بد آمد. کردن نکردن در اختیاری ما و شماست، لیکن همش فرمان الله است، فرمان پیغمبر است. باید که به جان و دل قبول کنیم و به عمل کردن انشاءالله خدا خواهد هر یکی ما شور الله توفیق عمل کردن و توفیق عبادت به جا آوردن الله سبحانه و تعالی اله نصیب بدارد.